کشور. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. ایام جوانی شیرین‌ترین، قیمت‌ترین، بهترین، ارزشمندترین و مهمترین دوره زندگی است. در واقع لحظه‌های طلایی هر یک نفر دوران جوانی است و می‌باید آن را ثمرناک و درست استفاده بریم تا که در آینده از کارهای نیکی کرده خود ببالیم و افتخار کنیم. درود دوستان عزیز و بیننده‌های دائمی تلویزیون دوشنبه. پیشنهاد شما می‌گردد نشر نوبتی برنامه دوشنبه قلب تاجیکستان. دوستان عزیز، ما کوشش می‌کنیم که در این برنامه با سرود و ترانه، بخش‌های جالب و عموماً صحبت‌های شوق‌آور خاطر شما را شاد گردانیم. به هر یکی ما معلوم است که همساله سنه 23 می در کشور روز جوانان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. ما گروه جدی تصمیم گرفتیم که برنامه نوبتی را بخشیده به روز جوانان پیشنهادی شما نماییم. و البته در برنامه ما اشتراک می‌کنند هنرمندان، سرایندگان و یک گروه البته خارجی‌ها از کشورهای گوناگون. ما را همراه باشید دوستان عزیز. برنامه به نهایت جالب می‌گذرد. مرحبا. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل، این زدنی دل. آره منم آن دل که زنم در بدنی دل، در بدنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. آره منم آن دل که زنم در بدنی دل. دل شاد کنه از دل پاک زن سخنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا علی مادر. بار دیگر شما بخیر دوستان عزیز. در برنامه ما اشتراک دارند هنرپیشه شناخته تاجیکستان ماه پیکر یار و سراینده شهرتیار خوجسته میرزاولی، سراینده محبوب ولی جان عزیزوف. خوش آمدید. شهزادی دوران، هنرپیشه شایسته تاجیکستان شهرت سینکوف و اینچون یکی از حجم‌نگارهای شناخته که امروز ما میتونیم که گویم که برنامه امروزه ما رو جالب و رنگین میگرداند، حسن چیله. تکبر کنید. راوی ما ذکریا به مایان گفت تا بیا. امروز داره ما مهمان از چین و امریکا آلمان. خوش آمدی ولی جان، یک قرصک از دل و جان. بهتری بهتری. آمد شهزادی دوران معده میبارد بارون. مهمانی عالی قدر خوش آمدی از ایران. بهتری. خوش آمدید خوش آمدید. و اینچنین یک گروه سیاحان از کشورهای امریکا، افریقا، فرانسه و اینچنین ایران و خیتای. یک تفکیل زنیم برای کم بیش دوستان عزیز، کم بیش باران بریده ایستاده است. اگر باران زیادتر کشد ما حتما بالای رو محکم میکنیم. این گونه امکانیت هم داریم. برنامه ما جالب میشود. آغاز میشود با یک سرودی ولی جان عزیز. گلی جان من قربان تو میشم. تو بدان آه تو بدان با فرمان تو میشم. تو بلب خنده مستانه بر زلفی کجود شانه. گردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه. تو بلب خنده مستانه بر زلفی کجود شانه. گردی گل و مرجان زدی
شدم دیوانه شدم دیوانه شدم دیوانه شدم دیوانه روز و شبی من به یاد تو در گذر است رخساره تو مدام پیشی نظر است سنگ است و دل و زی حالی من بخبر است دل از غم و دردی تو به داد آمده است فریاد دلم به گوش تو به اثر است سنگ است و دلت سنگ است و دلت زی حالی من بی خبر است همه کسا گل جان من قربان تو میشم تو بدان تو بدان و فرمان تو میشم تو به لب خنده ای مستانه بر زلفی کجود شانه گیردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه تو به لب خنده ای مستانه بر زلفی کجود شانه گیردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه شدم دیوانه ای گل بدنا چشم سیاه و دجب است لبه های مهین بوسه خواه و دجب است تو خود عجبی طرز نگاه و دجب است در حسرتی روی تو بسوزم تا کی سوزد جبا روی چماه و دجب است ای گل بدنا ای گل بدنا روی چماه و دجب است گل جان من قربان تو میشم تو بدان تو بدان با فرمان تو میشم تو به لب خنده ای مستانه بر زلفی کجود شانه گیردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه تو به لب خنده ای مستانه بر زلفی کجود شانه گیردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه تو به لب خنده ای مستانه بر زلفی کجود شانه گیردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه شدم دیوانه شدم دیوانه شدم دیوانه از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور برنامه امروزه ما تایید میشد بخشیده به روز جوانان ما بسیار کوتاه حرف میزنیم و یاد میکنیم از خاطره های جوانی وقتی از شما سوال کنم بیشتر چی به یاد شما میاد از خاطره های کودکی و نوروسی چی در پیش نظرتون میاد اولا که من هم جوانم من نه در کودکی خط پیرو با نه من اول کودکی میتونم اول کودکی نموش کودکی ها خیلی خاطره های خیلی زیاد هستند چون در کودکی هم بینیت شوخ بودم بچه رو فقط میزدم و تا حالا هم همین گناه هست تا حالا هم همین گناه است ولی چی گفتنیم برای جوانانی که در تاجیکستان ما هستند و اصلا ایدی جوانان که هست سالمی میخواهم یعنی رقابت سالم عقیده سالم عقلرانی سالم و حرمت و احترام نسبت کلان سالا به مثل خودم ده اگه من پیر که گفتید مگرم با کلا گیرم نه بهترین ما چگونه که ما معلومات داریم امسال در آزمون پرستو بهترین نقش زنانه است ما پایکاری رو شد یک کارت بزنیم و اگر ما هر نفر اگر پرسیم همه یک گپ میگه در حقیقت شما ارزنده اید این جایزه تنها از من نیست این جایزه از همه آن عزیزانم هست که در این جاده مرا دستگیری کردن در پهلویم بودن استادانم همبازانم همکارانم دوستانم و همه این شخصیت هایی که سراینده های ممتاز تاجیکستان ما خوجسته ولی جان شهزاد حسن چله شهرت جان یعنی همه اینا در حقیقت ارزنده جایزه های بلند هستند مهر و محبت مخلصان ما رو به این مرتبه ها میرسونند بهترین تشکر زیاد به شما اکی از سوالی لواگی پیوسته شما وقتی نقش می‌آفرید باید شما خوشتمانی
ганда бошед. Барои чӣ? Барои чӣ як маротиба хуштомани нағзро бозӣ накардед? медонед як чиз аст ки шояд дар симои ман яъне дар нақшофарии ман хуштомани бадро мебинанд, аммо ман дар зиндагӣ бинёд хуштомани хуб ҳастам. шояд нақши манфиро на ҳама бозида метавонанд, на ҳама қабул карда метавонанд. мегӯянд ки баъд паго маро бад мебинанд мухлисонам, яъне ҳаводорони санъати ман ки ту нақши бада бозӣ кардӣ, мо дигар мухлиси ту намешавем. Аммо не. Моҳпайкар аз рӯи нақши бад эҳтиром мекунанд. бале ҳамин нақши бад буд ки моҳпайкар ёрова ҳамун шояд манфӣ ки боз дидам, шояд аз ҳамин сабаб боз машҳур шудам. яъне ин чизое ҳаст, аммо барои ҳунарманд набояд манфӣ, мусбат, бад, хуб ин чизо бошад. мо вазифаамон аст. خشتامنی نغز همه دوست می‌داره خشتامنی نغز همه دوست می‌داره خشتامنی گنده را خدا ورداره محکم کنید این طوره ای بالا بارون می‌باره як суруди дигар мешунавем аз шаҳзоди Даврон, баъдан суҳбатро идома медиҳем. марамат. شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم من ز هجران تو بیمارم به خود و افگارم من ز هجران تو بیمارم به خود و افگارم وقتی مردن تو به دستت بگی تکفینم دلبر شیرینم شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم سر بیمانم سری زانویت پیش گل رویت سر بیمانم سری زانویت پیش گل رویت دلکم بردی الا کرتا کمرچینم دلبر شیرینم دلکم بردی الا کرتا کمرچینم دلبر شیرینم شده چنده که ز صدای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم شده چنده که ز صدای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم تشکر. بسیار نفرانی که اینجا نشستن باوری حاصل نمیکنن که اصلا چیزی بداهتا شعر ایجاد میکنن. شاید همین نباشه. بیام برای شما سه موضوع میتین. خب مثلا برنامه ما تهیه میشه برای روز جوانی. ها 21 مای روز جوانو. خب ما رفته هستیم سیر کردیم در اتوبوس و سیوم دوشنبه نوی برنامه دوشنبه قلب توجیکستان ما گشت گذار کردیم در دوشنبه عزیزمون در این سه موضوع برای اونایی که اثبات شد که در حقیقت بداهتا ایجاد میکنه یک شعر دوزی پیشنهاد میکنیم. سه موضوع دوشنبه جوانی اتوبوس. در داخل اتوبوس تاجیک و ایران و روس مهمان داریم از آلمان از چین و از تاجیکستان یک قرصک از دل و جان. برادرم ذکریا با ما گفتی زود بیا انا در زیر این باران ارشیدم شتا باران. یک مرد در داخل اتوبوس رفته ایستاده است که هوا بسیار گرم بارانی می شود. نمیخواد بارانی رشته است بعد تیرزه میکشد میگه کم کم شمال خوریم که ما پیکر بن یک بانوی زیبا میگه ای دادر هوای تیرزه پوشت بیرون خنک است. میگه چی من تیرزه پوشم بیرون گرم میشد. تیرزاتون پوشین بیرون خنک است. یک خاصه برای حسن چی لازمه؟ سلامت باشید. سلامت باشید. و بعد از این شعرهایی که بداهتا ایجاد کردین هوا باران هم سخت شد. یکی ما در آغاز برنامه قید کردیم که در حالت باران سخت شدن ما امکان داریم که بابای اتوبوس رو محکم کنیم. ما برنامه ادامه میدیم پس از چند لحظه. بارم رو باشید. بر رقص درایم من از این شادی دیدار بگذار شود در بزبای گرفتار رقص دو بهر ساز دل و رقصیدنی دل
ای هموطنان شنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور خود از یک بخش میگذرونیم عموما بازی منطقی ما سرودها رو در شکلی رسم برایشون پیشنهاد میکنیم سرودهای بسیار مشهور هستند همه ما میدونیم شنیدگی هستیم شما توسط رسم‌ها پیدا کنید که کدام سرود است فهم است شروع میکنیم از یک سرودی بسیار مشهور از روی رسم‌ها شما باید پید برای که سخن اطراف کدام سرود میره این سرودی است که همه ما شنیدگی هستیم یگان سرود بیگانه نیست سرودهای مشهور هستند برای ما در هر یک رسم شما میتونید یک کلمه همون سرود رو دریابید شما نشون میدید من یک شما کمک میکنم همین رسمایی که دیده سوید از یک طرف میره ولی نه این افتاب کدام سرود چگونه شرطید مثلا چی خیر در یک کاوکوی زنه یک افتاب زده در تاکی آلوچمه خط آمده امروز یاسکر بچمه یک کاوکوی زنه برای شهرزاد دوران بهترین رسم نوبتی از شما آغاز میکنی؟ یکی ماشین بیسا داره اگم کسی نشد ماشین نیست مرمت همه فعال میشویم بهترین قشلاقکی من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد دوام میتیم انک برای شما اکنون آسان شدن مرمت رسم نوبتی اصلا چیزا نشون تیم این بسیار منطقی است من کم دورتر میستم نه قابل جان ظریف نیست این نفره که میبینید این رمز رو اشاره میکند این نه نگی نزدیک نه قابل جان ظریف این رمز است از جان باغت نه 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 نیفتید دوام میتیم از اون رقم یک خنده کنه گل از یک کاوکی برای شهرزاد زمین آقا دو سرود یک خنده کنه گل لبی خندونتا صدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندونتا صدقه ادامه میتیم انا این سرود یه بار دقت میدیم انا کنون بعد اگر شما نبودید با من کمک اگر من کمک کنم با فکرم آسان‌تر میشود موپایکر یا فکر کن این سرود به نزدیکی شهرت پیدا کرد من به نزدیکی بین یک از سرودهای مشهور گه خطا نمیکنید نزدیکی یکمش گپ بزنم این کتابخانه نیست این رمز است اگر نگفتید من برای شما کمکی ها ولی جان شما نگفتید اول کتابخانه میشه کتابخانه نیست اینجا رمزی کتاب خواندن است رمزی خواندن است اینم رمزی خواندن است این از کتاب خواندی کتاب دل خواند یک کاوکی بزنیم خواندی کتاب دل خواندی چه خوش بدامی قصه درماندی ادامه میدیم انا کنون از هم گویم که اگر این سرود از همین رسمی که آورده شده منطقاً بسیار درست آورده شده است خطا نمیکنه از هم رسمی که اینجا هست اگر ما دقت دیم پیدا میشود یا بار دقت دیم
Sayçıla. یکی از سودای مشهور همه ما تو هولو گوش میکنیم یک کمک دیگه کنم بسان میشود کدوم سرود؟ چی سود از زر الو یاری خاصیت زرافشانی بهترین یک کبکی بزنی؟ چی سود از زر الو یاری زرافشانی جوانی را یک سرودی مشهوری دیگر است از کودکی هر یکی ما گوش میکنیم تو با همین سرود کلان شدیم شاید از روی رسمان هم قدر شما پای برید چکچکی بارانی بهار شیرین چکچکی بارانی بهار شیرین چکی چکی بارانی بهار شیرین دریا دارم رسمی نوبتی در لب آب شب مهتاب نازنین یار نهی بیدو بهترین دی تشکر در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری ماهی بیداری من فکر می‌کنم بخش جولی بودن اما شهرزاد دوران از همه فعال‌تر بود و یک کپکی میزنیم برای شهرزاد و این نظر بسیار زیبا میشد که یک سرود از شهرت سعی نکنیم شنویم بعدا برنامه ادامه دهیم مرحمت دل را ربودی دل بده عشقی مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را با چشمی کم مبین ای شوخ چشمی نازنین ما را با چشمی کم مبین مژگان سیاهی محجبین ما را با چشمی کم مبین ای شوخ چشمی نازنین ما را با چشمی کم مبین مژگان سیاهی محجبین ما را با چشمی کم مبین ما در وفا پاینده بحری مثال از زنده پیشی تو سر کرده ما را به چشمی کم مبین ای شوخ چشمی نازنین ما را به چشمی کم مبین مژگان سیاهی محجبین ما را به چشمی کم مبین دل را ربونی دل بده عشقی مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را به چشمی کم مبین دل را ربونی دل بده عشقی مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را به چشمی کم مبین ای شوخ چشمی نازنین ما را به چشمی کم مبین مژگان سیاهی محجبین ما را به چشمی کم مبین ما را به چشمی کم مبین ما را به چشمی کم مبین
ташаккур. барои ман бисёр аҷоиб буд ки сайёҳон дуниҷун аз кишвари амрико баробари шӯҳрат сар нагуд такрор мекарданд. суруд хондан, моро бо чашми кам набин. як кафку бизанем барои ҳамин. ва барои шумо хотиррасон менамоем ки аз кишвари амрико. шумо кай ба тоҷикистон омадед? ҳозир ману занам донишҷӯем ба донишгоҳи миллии тоҷикистон. забони тоҷикӣ ёд мегирам. беҳтарин як кафку бизанем. барои ман аҷиб, дар чӣ қадар забони тоҷикиро омӯхтед? дар 7 моҳ. беҳтарин. куҷои душанбе тоҷикистон барои шумо писанд омад? душанбе бисёр маъқул шуд. беҳтарин. шумо бо тоҷикӣ ҳарф зада метавонед? чӣ гуфта метавонед бо забони тоҷикӣ? забони тоҷикӣ бисёр хушрӯ. бисёр хушрӯ аст. забони тоҷикӣ бисёр хушрӯ. як кафку бизанед. беҳтарин. ва шумо писанд омада? маъқул шуда? ва шумо маъқул шуда? як кафку бизанед барои меҳмонони хориҷӣ аз кишвари амрико. акнун суҳбат мекунем бо валиҷон. 20-солагии фаъолияти шумо дар кохи суруш бо як шукӯҳу шаомати хоса дар воқеъ таҷлил гардид. як консерти бениҳоят хотирмон, ҷолиб ва гуфтам мумкин дар сатҳи баланд. ҳамин гуна? я валиҷон дар як мусоҳиба шумо гуфтед ки мард пир намешавад, ҳамин хел буда? барои чӣ суханро гуфтед? барои ки мард ҳамавақт қалбаш ҷавон аст. пир намешавад. агар шумо ягон нафар гӯяд ки масалан валиҷон шумо пир шуда шумо хафа мешавед? як қарсам медем барои валиҷон. ё камтарак мо ёд мекунем аз хотираҳои кӯдакӣ, аз хотираҳое ки аввалин маротиба валиҷон аввалин суруди худро сабт кардан дар ёд мондааст? албатта якумин таронаи мо ки дар студияи Илҳом Урмонов, шодравон Илҳом Урмонов устоди мо буданд. якумин таронае ки мо дар он ҷо сабт кардем таронаи ошиқӣ буд. дар гурӯҳи эҳсон. як бисёр хотироти нек барои ман аст. 4 мисла барои мо занзан мекунед? عاشقی ای عاشقی چی دردی سخت بوده است هر کسی که عاشق است بیماری بخت بوده است هر کسی که عاشق است بیماری بخت بوده است آنچنان با یادی او گشتم خراب و لاغره تا دلم در دام عشق افتیده لخته بوده است تا دلم در دام عشق افتیده لخته بوده است عاشقی عاشقی دردی سر ولیجان ماه پایکر رو گیری اون دید گیری اکر یا کافیزه بطور ولیجان ارزو از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور شما اومدید خب ما اگر جوانی میشید یک لحظه پریده میگذاشتید در دوره‌های جوانیم همین که خز میکردم با تاری تنکی فشید شما خوبی بالا میگذاریم بالا اگه جای مصفیدا بری بالا گفتم گذاریم شما اومدید آمد بابای مرگن عجایب گپا میگن خوجسته جان مدخولی ما باشم عجای دیوگن شما بابای مرگن رحمت حسن جانی ما نوری دو چشمانی ما سلامت باشید بابای مرگن یکم گپی خوب میگن ایسو نگاه آمده شما رو هم بابی جان ایسو کو ایتو نگاه یا دل شدای ای بچه ما تر چی وظیفه داده بودم بای جا آمده چیکار کردم بابی جان چیکار کردم من یه وظیفه خانگی داده بودم که تو اسب خوشون نگاه کن من دل شاد گفتنی نویرو دارم گفته اسب خریدم اسب همون اسب سحری آب دادی
خیلی معلش اینه وقتی گرمی افتاده در جزک جوش آب داده شه های خیلی معلش اینه پیشه همیشه آمدن چی آب داده یا نه همون اسپیتی خیلی خورده که کاوش بتوم بابی هم دادی ملکه بهترین شینید این اینجا بشینید بابای مرگان شاید برنامه ما بخشیده برای جوانان ثبت می‌گردد شاید بسیاری حیران شدند که برای چی در میان جوانان باید بابای مرگان باشد اما خیلی در بین شما یگام کمپیر نیست لیکن ما یاد میکنیم برای کانت از خاطره های همون دوره همین جوانی برای جوانان یاد کنیم که دوره پیش چگونه بود مثلا این دوشنبه عزیزی ما پیشتر چگونه بود پیشتر در دوره پیشتر کانت قصه کنیم برای جوانان دوشنبه پیشتر خوشرو بود انا ایش امروز با خوشرو تر شده ای نوی راکای ما حرکت کرده زیان خاطره ها و از خاطره ها چی میتونیم برای انا ای خاطره های پیش همین خیلی بود که انا مثال در داخل همین اتوبوس ما دویم حرکت میکنم میرم و میومم به جای کار همین خیلی حاضرم همون تو اینو مستفید شدم حاضرم در دوری اتوبوس ها میرم او اتوبوس های پیشتر ای خیلی نبود که دو آشیانه داشته باشه همه بغنجه فقط کمپیر و مستفیدا درست همین جا میرسید و جوانا هم راست میسودم این اتوبوس دو آشیانه یکمین بار برآمدم با کشوده میشه و گفتن که کشوده میشه نه که ما یکم بار برآمدم با حسن چیله را دیدم در نامش جانم این نویره حق ما دوست میدارم شه سلامت بخشوانی بابی مرگا سلامت باری قفص بولو شده کشویم بولو بس کنم بولو سر شده همین جا بولو سر شده بولو شده کشویم کاشکی من یه بار تر شویم نه که من هم دیل شد نویرم ده گرنگ شدم چی دو آمدی همین دوشنبه تماشا اومدم آخی بابی جان یک چی رو تماشا میکنی اکن در این شب آشیانوی بلند دیدم باور کنی یک چیز نفهمیدم بابی جان واه بسیار شونی را همین بلند آشیانو را برای چی بگی خیلی خود ما کو قشلاق ده ها دیه ده همین خانو پسک همین آدمی لویته اینی خیلی لویه میته و پس آخی ما همین یک چیز نفهمیدم همین آشیانوی بلند میگم همون لویتش یا یگام آدمی قد بلنده یا همون بیلش دستش درازه همین رو با شما تجربتون کلان چه باشه همین چه میسازن هلا به پیر مرا که در امانی هشت سکندری زمانی گوش که آکا علی خانوی بلنداشونی 20 را من میدونم چقدر میسازم چه میسازم یارو بچه‌ام 20 اول در زمین نمیت درازت میسازن خب یک هفته میمونن هفته و میزونه قاق میشه انا با همه کسا میشونه راست میبردارش انا فهمیدم همین رو میپرسیدی در خونه هم گپ میزدم تا سلامت باشین من خود سعدم که در آخه در آغوش جوانا غلطیدم این کم دولت نیست دولتی بزرگه شما دی بابای مرگان یک کف کوی زنیم برای بابای مرگان و این لحظه فرصت اون رسیده است که یک سرود زیبا شنویم از بانوی خوش‌صدا خجسته میرزاولی میتونم تشکر زیاد خب باشد اگر همکسبانم به من کمک کنن اکای ولی جان خب شلت جانم کتی اینجا اکای شورت اکای شورت با کمک شما نیاز داریم مرحمت در یک جایگی ما فکر کنم یک سرود زیبا رو پیشنهاد میکنیم مرحمت کننده
میخندم که چرا دل به تو دادم دوستان ای بکنندم که چرا دل به تو دادم باید اول تو گفتم که چنین خوب چرایی باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی عهد نابستن از آن دل که ببندی و نپایی شدم غم گر بیایی بدهم جان بر نیایی شدم غم من که بیست میرم چه بیایی چه نیایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیواره آرزو بردن زیر دیواره آرزو بردن زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیواره آرزو بردن زیر دیواره آرزو بردن قدر آسان کنیم شب و سهر کنیم غم دنیا را از سر بدر کنیم غم دنیا را از سر بدر یک رنگ باشد روز و شب من یک رنگ باشد روز و شب من رسم دو رنگی آیینی مانه یک رنگ باشد روز و شب من یک رنگ باشد روز و شب من قدر را سر کنی شب را سر کنی غم دنیا را سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیواره آرزو بردن زیر دیواره آرزو بردن زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیواره زیر دیواره آرزو مردن قدر را سر کنی شب را سهر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی قدر را از سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی تشکر تشکر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور دوستان عزیز برنامه ما ادامه دارد و مهمان ما از کشور ایران خوش آمدید به برنامه ما این نفر رو هنگامی ثبت کردن در نزد مجسمه اسماعیل سومونی دیدیم و خواست که به برنامه ما همراه شود و خواهش کردم که من در برنامه شما اشتراک کنم خوش آمدید به برنامه خیلی متشکرم یک ضرب المثل ترکی هست که میگه مردمی که با هم میخندند هرگز با هم نمی جنگند و این
نویدی هست و همینجا که من میبینم همه با همدیگه شادی میکنند و باید بگوییم و بخندیم و شادی کنیم و مطالعه داشته باشیم. و من یک هفته هست که به عنوان توریست شهر دوشنبه اومدم. از بد به ورود وارد فرودگاه اون پرسنلی که بودن به قدری بزرگوارانه به من برخورد کردن و همچنین شما بسیار هنرمندان خوب مخصوصا از کشور آمریکا، آفریقا، چین و کشورهای دیگه مایه مباهاته که من با شما دارم همراهی میکنم و بسیار بزرگوارانه با من برخورد کردید و حتی دوستان دیگری فردا به من ملحق میشن و من انقدر اینجا نکته برداشتم که برای ما مایه مباهاته که با افتخار با کشور دوست و برادر و کشوری بسیار قوی و عالی من اینجا دارم به اصطلاح گردش میکنم. ایامتون بکام، شاد، خوب، خوش و خرم باشید. من از همتون متشکرم. آقای محمد حسن به شما گویم احسن، خوش آمدید از ایران به این محفل یورون. بهترین در بیرون میبارد بارون. و اتفاقا باران موجب برکته، یعنی اگر احیانا هر مسیری که با باران همراه باشه من یقین دارم که برکت با اون همراه است و برنامه شما هم که به همدلی می انجامه برای ما باعث افتخار و همچنان برکت بسیار بالایی خواهد بود. یک هفته شده در تاجیکستان همچون سیاه یک هفته دیگر هست بهترین. و شما که از اینجا برگشته حتما اومدن میگیرید. این محبت شما رو وادار میکند که هر گاهی بیاید به تاجیکستان. و چی بیشتر دقت شما رو جلب کرد؟ مردم من روابط عمومی بالای مردم دوشنبه، هر جا که من رفتم با آغوش باز، با صداقت با من حرف زدن و این برای من واقعا مایه مباهاته که شاید با این که من با افتخار ایرانیم در این حال این کشور رو جزو خودم میدونم و مطلقاً احساس غریبگی نمی کنم. و یک آقایی که راننده من هست از صبح تا شب به قدر ایشون بزرگوارانه و قشنگ این شهر رو برای من توضیح میده که فکر میکنم که منم یک تاجیک هستم با افتخار. بهترین. از گوشه هایی که گشت و گذار کردید من کدوم منظره تاجیکستان به شما پسند اومد؟ کجا گشتین؟ تقریبا همه جا رو گشتم، حتی بازارهای اینجا به نظرم خیلی خیلی عالی و قوی اومد و همچنین گلکاری ها، یعنی من خودم به سهم خودم به عنوان یک گردشگر که بهترین گلها، بهترین نظمی که در گلها وجود داره و اینکه مردم واقعا سرشون تو کار خودشونه و خیلی محترمانه با هم برخورد میکنن و این برای من باعث افتخاره که در کشوری اومدم به عنوان بازدید که هر روز دارم یاد میگیرم، یعنی به فرهنگ خودم اضافه میشه و میدونم همه از ما بهتر فکر میکنن، نسل جوان مخصوصا و برنامه شما که مبتنی بر جوانان هست خیلی به جوانان بها دادن بسیار بسیار خوبه و نسل نو هم باید از نظرات اونها استفاده کنه و جهان بر پایه جوان به اصطلاح نهاده خواهد شد و انشاءالله بتوانیم صمیمیت رو در دنیا نهادینه کنیم. بهترین. و آخرین سوال، از اینجا برمیگردید به کشور خودتون حتما از شما میپرسن که تاجیکستان چگونه، مردم تاجیک چگونه وصف میکنید، چگونه میتونید بیان کنید؟ من مردم تاجیکستان رو مردمی سخاوتمند و اهل بخشش و اهل درایت و اهل ادب، مخصوصا من اینجا خیابان‌ها رو دیدم به نام خیابان رودکی، خیام، حافظ و این حتی جامی و پارکایی که رفتم، سعدی، بیمارستان ابن سینا برای من واقعا به اصطلاح جالب بود و همین که من خودم یک کسالت کوچیکی داشتم به قدری بزرگوارانه با من برخورد کردن و حتی پول دارو رو از من نگرفتن و این سخاوت آره عالی بود که من در تاجیکستان و در شهر دوشنبه دیدم. باز یک خاطره خیلی قشنگی که اینجا برای من موند، من دوست یک تاجیک بودم به نام آقای نظروف و من با خودم گفتم اینها رو در یک رستوران مهمون بکنم و دعوت منو پذیرفتن و اینجا سخاوت رو در اینجا میبینم. دیدم اینها در بعد به ورود به اون رسپشن علامت داده بودن که آقا با ما حساب کن و از این پول نگیر. ما هم بریز به پاش کردیم
به جیب تاجیکستانی ها و دقیقا همه جا رایگان یعنی همه جوره از من به نیکی یا حتی زمانی که به استقبال من اومدن در فرودگاه یه دوستی داشتیم که ما باهاش تجارت ابریشمی کردیم و بسیار بسیار بزرگوارانه منو تحویل گرفت که فقط خدا رو شاکرم به خاطر این بزرگواری و سخاوتمندی که من در مردم دوشنبه دیدم. تشکر. خوش آمدید به تاجیکستان. خیلی متشکرم. Да, я люблю Душанбе. Это красивый город. Да, здесь много парки, в парке много цветов. Это красивый. Да, я люблю. Но не только красивый город, но и вкусное блюдо. Я люблю ош, самбуса, манту. Это вкусно. Это все вкусно. Да, спасибо. Здравствуйте. Да, я тоже люблю Душанбе. Да, здесь очень красивый город. И вкусное блюдо. Мне тоже нравится. Да, ош. Плов, да, плов, да. Мне нравится университет, национальный университет. پدر رفت و دوتارش را به من ماند هی پدر رفت و دوتارش را به من ماند پدر رفت و دوتارش را به من ماند بس که بس چی گفتی چی نغمه چی؟ پدر رفت و دوتارش را به من ماند بچه تو گو و مال پول و تنگه ای خونه و در ماشینش نمیگی تشکر. این لحظه فرصتی اون فرار است که باز یک سرود دیگر شدیم پس اون باز صحبت رو ادامه میدیم. مرحمت. تشنه برا بی چشم سارانی تویمه مفتونی نسیم ملکی خطلانی تویم این یک نفسم به تو در این عالم چیست قربانی به درشان و زرشانی تویمه تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی 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 سرود که اینو پیشنهاد کردیم تاجیکستان همه دنیای منی آشیان دل شهیدای منی. من با باری گفتم بهتون که هر نفر این سرود اگر گوش کند به اختیار محبت وطن در دلش جوش میزنند در واقع و این سرود چند سال میشه در فضای تاجیکستان عزیز ما تنین اندوز است و من با باری گفتم بهتون که چقدر جوان رو هدایت نمود با وطن دوستی و ما مخصوصا به شما تشکر میگیم برای پیشنهاد بسیار یک سرودی وطن دوستانه که میتواند همه روزا چقدر جوانان رو دلگرم نماید تا که وطن خود رو دوست دارند. نیت من هم همین بود با گفتگو جوانان رو یعنی با محبت جوانان رو به تاجیکستان جلب کردن و چقدر من از صدق دل سراییدم و سال 2007 در کاخ باربد 10 سالگی جشن وحدت بود همونجا زمزمه کردیم و شاعر سردار رخدار این شعر رو نوشتند و ما آهنگ رو جور کردیم و یعنی خدمت کمک استاد مبارک جمعه و همینجا خیلی خوب بود و ما یاردم کردم با انسامبل دریا اون زمان و سرود از 3 قسم عبارت بود
و قسمت دوم که بیننگی تاجیکستان همه دنیای منی آشیان دل شهیدای منی همه مخلصان رو به خود جلب کرد و من بین تا امروز این سرود زنده هست و در کجایی که میرم میگن تاجیکستان همه دنیای منی و همین سرود و خیلی یعنی صدق دل سرایدیم و برای مخلصان پیشکش کردیم با تمام مردم تاجیکستان پیشکش کردیم از دل جان هر یک شخص میتوند با دل پر گفتن که تاجیکستان همه دنیای منی. بهترین کافکو بکنیم. اکنون برنامه ما تیار میگردد بخشیده به روز جوانان. اگر ما از خاطره های کودکی و نورسی از خاطره که اولین مرتبه استودیوی ثبت آواز در اومده و سرود خود رو ثبت کرده در یاد هست موش میتونی گفته خاطره ها. البته سال 2000 بار اول در استودیو در آمدم سرودی آرامی جانم را ثبت کردم و یک برنامه شبکه تلویزیون بود استیس پیات میگفتن که یک زیبری مامشو برنامه را میبرد و همون برنامه در من بار اول اشتراک کردم و جای دوم را اشغال کردم و من در جوانی خیلی خرسند شدم از این. آرامی جانم شیرین زبانم در عشق تو من چنان نامم ندانم همین سرود رو زمزمه کردم و فکر میکنم روزهای خوب بود و ما حرکت میکنیم که یعنی در دل مخلص همیشه جوان بمانیم. جوان بمانیم. این کدام سرود میتونی یک پرچش با روی اکاردیون نوازیم؟ آرامی جانم. اگر فراموش نکرده باشید این چند سال پیش بود تقریبا 2000 من 23 سال پیش. حال من دایم خراب از عشق تو چشم من دایم پرآب از عشق تو در درون سینه دل از درد و غم سوخته و دایم کباب از عشق تو آرام جانم شیرین زبانم بوسیدنی تو خمار شد در لبانم دوری چشمانم دردت بجانم در عشق تو من چنان نامم ندانم در عشق تو من نامم ندانم در عشق تو من نامم ندانم از شهری دوشنبه شونمت از دل کشور. بار دیگر هم شما رو خوش آمدید میگیم و در واقع با اشتراک شما برنامه امروزی ما بازم جالبتر و رنگینتر گردید. دوستان عزیز قید کردن موضوع است که برنامه نوبتی ما بخشیده شده بود به روز جوانان و امید برنامه می‌بندیم که این برنامه به شما پسند میاد. اگر پسند آمد پس ما سرفرازیم. بهاری سبز و باغ و بوستان است دیداری گرمی یار و دوستان است شهری عزیزی ما گلستان است دوشنبه قلبی تاجیکستان است شهری عزیزی ما گلستان است دوشنبه قلبی تاجیکستان است جایی ما در دویم آشیان است ذکری و جان راوی گبدان است امید جان و شهزاد کارگردان است دوشنبه قلبی تاجیکستان است در اینجا ولی جان و شهزاد است دوشنبه قلبی تاجیکستان است کوچه شهری ما چراغان است خنده و شادی ها فراوان است مهمان از چین و از آلمان است دوشنبه قلبی تاجیکستان است مهمان از چین و از آلمان است دوشنبه قلبی تاجیکستان از شهری دوشنبه شونمت از دل کشور